اگر که بخوای خداوند در مال و جان زندگیت برکت بده، سحری پیش کار رفتن اول پدر یا مادر زنگ بزن، دعای نیک شه بگی. و نعمتایی هستند که از جانب پروردگار برای ما یک نایافتنی اند، تکرار نشونده. یک نفر از بیمادریش بسیار قصه میکرد و همین شعرم در یادم زد، میخوام پیشکش شما کنم. میگه که روبرو باری دیگر با آچجان میگشتم، تاری سر میکردمش، گرد جهان میگشتم. آخی دولت مای بین رفت، دیگر نمیابم را، تا قیامت در غمای آچه میسوزه دیگر. آه آچه شیرین زبان، آه آچه شیرین زبان.